برخی از باشنده های شهر کابل انتقاد کرده میگویند که خیاط‌ها با فرارسیدن عید، نوروز و برخی روزهای عنعنوی دیگر قیمت دوخت لباس را بلند میبرند. سید آقا در منطقه تیمورشاهی کابل لباسش را برای دوختن به خیاط میآورد. غریبان ورکشته چې دغه بالکل رزق درک نه لګیو دا د ظالمان دي دوه غلط مطلب اخلي خیاطانه کرختونه ولې د خیاطان دي صفه خبره که ورجاره دروي بنه خپل ایمان بنه خرابو کنه. اما در این شهر کسانی هم هستند گذشته از این که برای خرید و دوخت لباس پول ندارند، حتی غذا برای خوردنشان هم آماده کردن نمیتوانند. سردار محمد میگوید که وی برای عید لباس نساخته است. مشکلات اقتصادی همزمینی ازی بود، لازم دیدیم که جور نکنیم. اکثریت مردم امروز نان خوردن خود ندارن، چطور میتونن برای خود کاری کنن. اما خیاط‌های کابل این ادعا که گویا قیمت دوخت لباس بلند رفته است را رد می‌کنند. فهیم و ویس دو تن از این خیاط‌ها در مورد به رادیو آزادی گفتند بعضی خیاط‌ها هستند درست است گپ، ولی کار ما کس استاندارد است. همیشه عید بعد از عید 350 افغانی اجوره ما است. نظر د دو کالو یو کال مخکې کارونه کم شوي دي، خو چې د حالات صحیح نه ده، خلک د کورونو نه نوځي او خاطم د خلک نه راځي. مخکې چې و ډېر خو کارونه ډېر زیات و. برخی از باشنده های شهر کابل میگویند که در مقایسه با گذشته لذت فرارسیدن عید کم شده است، چون به گفته آنان وضعیت امنیتی و فقر اقتصادی مردم را نگران ساخته است.